همتون با قدم‌های نازنینتون روش حرکت میکنید. بعضیاتون میبینم عجب کردید تا برهنه اومدید تو این منطقه مقدس. تو همین منطقه کوچک بچه‌های تفاوت بیش از 350 پیکر نازنین شهید رو تفاوت کردن. امسال شما طلاییه اومدید تا عیدتون رو طلایی کنید. شهدا شما رو دعوت کردن نوروزتون رو بیاید تو جمع اونها بشینید سر سفره شهدا. وقتی از اینجا برگشتید دستتون پر باشه. دیگران ایام عیدشون رو جاهای مختلف میرن، اما هیچ کس این توفیق رو پیدا نکرد که یک سال نوروزش رو بیاد تو بهشت نفس بکشه. اینجا قطعه از بهشت خداست که شما رو دعوت کردن اومدید. اسم اینجا رو گذاشتن مقر ابوالفضل العباس. اسم اون حسینیه قشنگ رو گذاشتن حسینیه قمر بنی هاشم. هیچ میدونید چرا؟ چون اینجا اولا دست حسین خرازی فرمانده شجاع لشکر 14 امام حسین علیه السلام از تن جدا شد مثل ابوالفضل العباس. چون در طلایه بچه‌های تفاوت شهدا مدتی گشتن هیچ جنازه‌ای پیدا نکردن، با اینکه مطمئن بودن هنوز هم در این منطقه شهید هست، اما هر چی گشتن استخوان شهیدی پیدا نکردن. احساس کردن که دیگه شهدا کاملا با ما قهر کردن، حتی اجازه نمیدن ما به استخوان‌هاشون دسترسی پیدا کنیم. دلها گرفت، گفتن همه دلخوشی ما این بود که یه پلاس پیدا میکنیم میبریم میریم دستی مادر مفقود الاثری از انتظار درش میاریم. شما میدونید انتظار جوون یعنی چی؟ یعقوب پیغمبر خدا 12 پسر داره، یکیشو گم کرد، از سراغ یوسف چشماشو از دست داد، نابینا شد. خیلی قصده‌دار شدن. یک کسی پیشنهاد داد گفت به قمر بنی هاشم متوسل بشیم و کاکا رو بگردیم. بالاخره عباس اگرچه به چشم ظاهر بین ما دست نداره، اما باب الحوائج ابی عبدالله روز عاشورا وقتی عباس اومد ازش اجازه میدان بگیره فرمود تو آخه پشت و پناه منی عباس، تو صاحب لوای منی، تو علمدار حسینی. گفتن ما متوسل شدیم. میخوام بگم برای چرا استنجا به اسم قمر بنی هاشمه؟ تو امسال اومدی خونه ابوالفضل العباس، خوش اومدی. تو بعد از توسل بلند شدیم این خاکا رو زیر و رو کردیم. اولین جنازه‌ای که پیدا کردیم دیدیم عجب اسم عباس امیریه. بچه‌ها خوشحال شدن، گفتن انشالله آقا کمک کرده. یه نفر گفت شاید حالا اتفاقی اولی عباسه. دوباره بلند شدیم گشتن، دومین شهید رو پیدا کردیم، دیدیم عجب این شهید دوم انگار تو عملیات دیگری دستش هم از دست داده، دست مصنوعیه، اسمش هم ابوالفضلی. تازه فهمیدیم که خود قمر بنی هاشمه که میاد تو طلایه بچه‌ها رو در میاره نشون میده. گفتیم اینجا اسمش باشه به اسم قمر بنی هاشم. اگر از اینجا برگشتید به شما میگن روز عیدتون کجا بودید؟ سال تحویلتون و ایام نوروزتون. آخه شما عقلتون مگه کمه؟ اومدید توی بیابونی که هیچ درختی نیست، هیچ آبی نیست، این سفر پر زحمت و سخت، گرما، گشنگی، غذا دیر شد، جا کمه. چی میخواید به دوستانتون وقتی برگشتید تو شهر بگید؟ من الان بهتون میگم که وقتی برگشتید افتخار کنید که اومدید طلایی. وقتی برگشتید افتخار کنید. چرا؟ چون شهدا که همه زندن شما رو دعوت